سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین لانگ ویدیوی من. امروز توی این ویدیو اومدیم که چند تا اتچمنت اسنایپ بهتون معرفی کنیم که خیلی میتونه بهتون بخوره و کمکتون کنه. اولین اسنایپ این اتچمنت اسنایپ، این اتچمنت که بهتون باید اینجا واسه پوشگاه، سومی واسه الاریتریه، بعدی واسه لوکاسه، و بازم از دیگه و آخرین مدت هم که یه فست سویچه مثل کسایی که سریع میخوان سویچ کنن روی گان دیگه، باید پک روی رویتشون این پک رو بذارن. حتما یه پک دیگه خیلی مهم نیست، ولی سبزه رو حتما روی این بذارن و روی مدت کنونشون هم روی دوتاشون و اتچمنتی که میخواد بذارید، ولی پکشو بذار روی فست سویچ، چون حتما باید باشه. روی گانه بغلیش هم همینطور. خب دوستان، خیلی ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب نشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.